داخل این سایت سوشیال بلید اگه اشتباه نکنم روش کلیک میکنم و چند ثانیه صبر میکنم و اینجا میام آدرسش رو پیست میکنم، یعنی اینجا واردش میکنم آدرسی که کپی کردم رو گزینه سرچ که بزنم اطلاعات آماری اون کانال رو در اختیار من قرار میده. حالا من رو 3 نقطه میزنم و رو گزینه ترجمه میزنم که فارسی بشه شما هم متوجه بشین. اینجا داره میگه که درآمد تخمینی ماهانه این کانال از $1 تا یعنی از $1000 تا $16000، یعنی از $1000 تا $16000 دارید مشاهده میکنید. درآمد تخمینیشو میگه، بالا و پایین داره. چون من این کانال دست خودمه دارم میگم که این تخمینی داره میگه، دقیق نیست. اینجا داره میگه رتبه جهانی و نمیدونم این داستانا که خیلی به کار ما نمیاد و به این شکله. یه درآمد تخمینی رو به ما نشون میده و شما با توجه به این میتونید ببینید که چه ایده‌ای رو شروع بکنید. این خیلی مهمه، یعنی شما بررسی میتونید بکنید ببینید که هر کانال چقدر درآمد داره. یکی از راهایی هم که باز شما میتونید درآمد کانال ها رو محاسبه بکنید اینه که خودتون ببینید تو قسمت محبوب، یعنی همون ویدیویی که پربازی ترن، چقدر کانال ویو گرفته. حالا هر کانالی میتونه باشه، آموزشی، خبری یا هر چیز دیگه ای. کلا کانالایی که تو یوتیوب رشد کردن اگر ما بخوایم بررسیشون بکنیم قطعاً از یوتیوب درآمد دارن که دارن جدی فعالیت میکنن و درآمدشون هم بسیار بالاست. مثلا همین کانال 29000 تا دنبال کننده داره ولی ویدیوهاش بازدیدش بالاست به خاطر یک سری تکنیکا که من جلوتر بهتون یاد میدم. همونطور که دارید مشاهده میکنید بازدیدش بالاست و همینطوری که اصلا من نگاه میکنم دارم میگم این چند $1000 درآمد داره.